به نام خالق هستی، درود بر پیامبر گرامی. دست ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. باز هم به درس‌های اساسات نرسنگ خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سمینار ما پانسمان یا پانسمان نمودن است. خب پانسمان چیست؟ در اول یک تعریف می داشته باشیم که پانسمان خودش چی است. پانسمان فرآیند پوشاندن زخم با استفاده از مواد استریل به منظور محافظت از آن و جذب ترشحات، پیشگیری از عفونت و تسریع روند بهبود زخم می باشد. اهداف پانسمان، هدف از پانسمان نمودن چی است؟ جلوگیری از ورود میکروب ها و آلودگی به زخم، جذب ترشحات و خونریزی که خونریزی را جذب میکنه و همچنین ترشحات زخم را، تسریع روند ترمیم بافت، کاهش درد و ناراحتی مریض یا بیمار و پیشگیری از ایجاد اسکار و عفونت که از عفونی شدن و یا میکروبی شدن زخم جلوگیری میکنه. انواع زخم ها که زخم ها انواع مختلف داره، مثلا زخم باز مثل بریدگی، خراش یا سوراخ شدگی، زخم بسته مثل کوفتگی یا هماتوم یا ضربه خوردگی که در اثر ضربه خوردن به چیزی یا هم افتادن ایجاد میشه. زخم ها مانند بریدگی های تازه و زخم مزمن مثل زخم بستر و زخم دیابت یا شکر که در تصویرم نشان داده شده. دو نوع زخم بسته و زخم باز. دیگه انواع پانسمان است که پانسمان به چند نوع است: پانسمان خشک یا گاز استریل، پانسمان مرطوب یا هیدروژل یا هیدروکلوریت و همچنین پانسمان آنتی باکتریال یعنی حاوی نقره یایید، پانسمان فومی، آلژینات، فیلم شفاف. پانسمان خشک ساده‌ترین نوع پانسمان است که شامل گاز استریل خشک می باشد و برای زخم‌های خشک یا جایی که خونریزی کنترل شده است مناسب است. محافظت فیزیکی ایجاد میکنه اما رطوبت ایجاد نمیکنه. پانسمان مرطوب یا گاز مرطوب معمولا با نورمال سالین داخل زخم قرار میگیره و بعد از او با گاز خشک پوشانیده میشه و هنگام تعویض گاز خشک بافت‌های مرده را جدا میکنه با خود میگیره. دارای ترشحات یا بافت است. و همچنان پانسمان آنتی باکتریال یا ید هستند که حاوی مواد مانند نقره است. برای زخم‌های عفونی یا در معرض عفونت استفاده میشه. رشد باکتری را مهار میکنه و به بهبود سریعتر کمک میکنه و همچنان رطوبت زخم را حفظ میکنه و این نوع پانسمان به زخم‌های عروقی، سوختگی‌ها، زخم‌های جراحی استفاده میشه. پانسمان فومی جذب بالای ترشحات را داره که خودش نرم است و بالشدار است. برای زخم‌های دارای ترشحات متوسط تا زیاد استفاده میشه و همچنان درد را کاهش میده و محیط مرطوب برای بهبود ایجاد میکنه. و پوست و اطراف زخم نمیچسبه و لایه خارجی ضد آب شکسته از ورود عوامل بیماریزا به زخم کمک میکنه و به زخم‌های مزمن دیابتی، سوختگی‌های جزئی این نوع پانسمان استفاده میشه. پانسمان آلژینات که از ژلک‌های دریایی تهیه شده است بسیار جذب بالا داره برای زخم‌های با ترشح بسیار مناسب است و در تماس با ترشح زخم به ژل تبدیل میشه و محیط مناسب برای ترمیم زخم ایجاد میکنه و این نوع پانسمان به زخم‌های بستر، زخم‌های فشار مفید است به خاطر که غیر چسبنده است. به یک پانسمان ثانویه برای پوشش یا نگه داشتنش نیاز داره. وسایل مورد نیاز در پانسمان کدام وسایل است که ما به کدام وسایل نیاز داریم در پانسمان نبودن؟ دستکش استریل یا معقم است، گاز استریل، قیچی و پنس، پنبه، محلول ضد عفونی، بتادین یا نورمال سالین، باند یا چسب پزشکی، کیسه زباله مخصوص برای مراحل پانسمان، شستن دست، پوشیدن دستکش، برداشتن پانسمان قبلی در صورتی که وجود داشته باشه و تمیز کردن زخم با محلول مناسب، بررسی وضعیت زخم که چگونه است زخم، گزارش پانسمان جدید، تمیز کردن باند یا چسب و همچنان ثبت اطلاعات در پرونده بیمار. نکات احتیاطی که ما باید کدام نکات در پانسمان نمودن در نظر بگیریم: استفاده از وسایل معقم یا استریل است که باید عاری از پاتوژن باشه و خودداری از لمس مستقیم زخم است که نباید مستقیم زخم را با دست خود لمس کنیم. تغییر پانسمان در زمان مناسب است، یعنی پیش از اینکه پانسمان قبلی عفونی شود باید تبدیل شود. اطلاع به پزشک در صورت مشاهده علائم عفونت. وقتی که ما می‌بینیم زخم عفونت داره یا میکروبی شده باید به پزشک اطلاع بدیم. و چه قسم ما پانسمان کنیم؟ در مرحله اول دوستای ما را با آب و صابون میشیم و خشک نمی‌کنیم، یعنی با دستپاک یا چیز دیگه میگذاریم که خودش خشک شود به خاطر که میکروبی نشه و بعد از او زخم و اطراف زخم را با کمک پنبه و سرم فیزیولوژی شستشو میدیم تا اگر خاک و گل و مواد دیگری در زخم وجود داشته باشه و شسته شود و زخم تمیز شود. و سپس با پنبه که پنبه مواد ضد عفونی داشته باشه زخم را از قسمت داخل به قسمت بیرون پاک میکنیم
تا زخم کاملا پاک شود. بعد از تمیز کردن زخم با کمک گاز استریل زخم را و اطراف او را به طور کامل میپوشانیم و با باند یا مو چسب پزشکی گاز استریل را ثابت نگه می‌داریم. تمام شد استاد. خب درسته. سمینارتان دقیق ساخته بودین، ولی چند مورد با هر کدامتان وقتی که سمینار میسازین باید بدانین. وقتی که سمینار شما میسازین کوشش کنین فونت استاندارد عناوینتان 32 یا 36 بگیرین. 32 اگر عنوان 36 گرفتین فونتش، باز متن چی بگیرین 32. اینو در نظر داشته باشین. ولی اگر عنوان فونت اندازش 32 گرفتین، باز متن چی بگیرین 28 بگیرین. اینی موضوع رو در نظر داشته باشین. با این قسم باز میاری تر سمینارتان درست ارائه کردین و حالا با درس شروع میکنیم. تا جایی که خواندیم به ادامه از امو میایم که کدام موضوعات باقی مانده آنها را میخوانیم. موضوعات ما در جلسه بخش پنجم سرجیکال از سرجیکال انسترومنتس تا قسمت خوانده بودیم و در جلسه قبلی ما این قسمت خوانده بودیم که سامانالات ارتوپدیک کدام ها است و یک کارخانگی هم به شما داده بودم که در مورد اینها باید معلومات جمع آوری کنید که چی هست، تصویرش را پیدا کنین و معلوماتتان را ارائه کنید. کی ها معلومات جمع آوری کردن؟ کسانی که معلومات جمع آوری کردن دست خود بلند کنند. خب درست است، اما یک تعدادتان معلومات جمع آوری کردین، کارتان عالی است، ولی همتان باید در درس ها سهم فعال داشته باشید. حالا میایم به درس. در ارتوپدیک معمولا از همین سامانالات کار گرفته میشه که ملت است، اوستیوتوم است، چزل است، امپیوتیشن سا است، بون کتر است، پریوستیل الیویتور است، رپشیر است و اسکوپ است. از همین لوازم استفاده میشه. ارتوپدیک اما بخش استخوان میشه، یعنی سامانالاتی که در استخوان ها کار گرفته میشه، استخوان کت میشه، چی کاری در استخوان میشه، از آنها در این مورد از همین وسایل کار گرفته میشه. ولی قبل از اینکه در لوازم بریم، ما باید کمی معلومات در مورد اسکلت انسان داشته باشیم. اسکلت انسان یک معرفی کوتاه داشته باشیم که شما اصلا اسکلت در مضمون آناتومی فیزیولوژی میخوانین، ولی در اینجا باید بدانین به صورت عموم اسکلت انسان ها به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش اکسیال است یا محوری. بخش اکسیال یا محوری. در بخش اکسیال یا محوری شما میبینید که استخوان هایی که در قسمت سر جمجمه شامل است به قسم قبرقه ها و یک ستون محوری را اینجا تشکیل داده است که فعلا در بیشتر بحث نمیکنیم که شامل کدام موضوعات میشود. ولی اسکلت انسان ها به صورت عموم از دو بخش ساخته شده. یکی اکسیال یا محوری است. محوری است که شامل این اجزا میشود و دیگرش اپندیکولر یا ضمیموی می باشه. اسکلت اپندیکولر یا ضمیموی که در استخوان های دست و پا این قسمت ها شامل می باشد. محوری به حیث یک محور عمل میکنه، ضمیموی قطعات جداگانه است که میتونیم به قسمت های فوقانی و تحتانی تقسیمش کنیم. کوتاه‌تر بگوییم استخوان های شانه، دست و پا و قسمت های لگن خاصره این استخوان ها شامل اپندیکولر میشه و متباقی جمجمه، ستون فقرات و استخوان هایی که یک محور تشکیل داده است، این تمامش شامل اکسیال یا محوری میشه. مخکې دې چې دا وسایل وپیژنو د بدن اسکلت په هکله باید معلومات ولرو. په عمومي ډول دا موضوعات موږ بیا اناتومي فیزیولوژي مضمون کې وایو، خو لږ معلومات باید دلته ولرو چې د بدن اسکلت په عمومي ډول په دوه برخو ویشل شوی ده. دا هډوکي مکمل په دوه برخو ویشل شوی ده. یو اکسیال یا محوري هډوکي دي چې د مرکزی محور په حیث عمل کوي، او بل هم اپندیکولر یا ضمیموي دي. په ضمیموي یا اپندیکولر کې د لاس، پښې، د اوږه او د لگن خاصره شاوخوا هډوکي شامل دي. خو په اکسیال کې د سر جمجمه، قبرغه او د محوري هډوکي پکې شامل دي که ایره ما در مضمون آناتومی فیزیولوژی یک مضمون طبی هست که دو خوانده میشه. ولی حال اما قدر بدانیم و یک معلومات دیگر هم داشته باشین، تعداد استخوان‌های یک انسان 206 دانه می باشه. دیو انسان د هډوکو شمیر 208 دانه دی، 206 دانه. پس حالا میایم در لوازم ارتوپدیک
یکیش ملت یا چکش ارتوپدیک است. یک چکش است که از فلز ساخته شده است و یک دسته و یک راست داره. در ارتوپدی جهت تراش نمودن و یا قطع نمودن عظم بالای کوچ و استیوتوم گذاشته میشه. کوچ و استیوتوم هم میخوانیم که وسایل برنده هست. وسایل برنده هست. حالا ملت یا چکش ارتوپدیک باید بدانیم که از فلز ساخته شده است، یک دسته و یک راست داره. در ارتوپدیک جهت تراش نمودن و یا قطع نمودن عظم استخوان میگه، کلمه عربی است، بالای گوچ و استیوتوم گذاشته میشه. گوچ و استیوتوم هم وسایل برنده دیگر است که مانند رنده عمل میکنه و در برش استخوان ها نقش داره که در اینجا تصویرش هم میبینید. با پشتو هم تشریح میکنم. ملت د ارتوپدیک سټک یا چکش ده چې د فلزي ده، یو لاس یو سر لري، او ارتوپدیک کې کله چې هډوکي تراشیږي یا قطع کیږي دا سټک او دا څنګه استعمال کیږي، د گوچ او استیوتوم سره په یو ځای استفاده کیږي. گوچ او استیوتوم څه دي؟ لکه رنده دي، ساختمان همدا ده او قطع کولو کې استفاده کیږي. موضوع دیگر استیوتوم است. استیوتوم یک شکل داره که به خاطر قطع نمودن استفاده میشه. استیوتوم به خاطر قطع کردن استخوان ها و اصلاح نمودن سوی تشکلات استخوان به کار می رود. استیوتوم هم د هډوکي قطع کولو لپاره او د هډوکي شکل که مناسب نوي د دې اصلاح کولو لپاره استفاده کیږي او دا هم شکل ده. دیگر چیز دیگر است به نام چزل. این هم به خاطر برداشتن یک پارچه عظمی به منظور پیوند استخوانی و یا جهت برداشتن تومورهای استخوانی به کار برده می شود. چزل هم یو بل آله ده چې د هډوکي پیوند لپاره او یا هم د هډوکو تومور لرې کولو لپاره کارول کیږي او دا شکل ده. آله دیگر امپیوتیشن سا است یا اره ارتوپدیک است. این هم به خاطر قطع کردن عظام به کار می رود. به خصوص در حالات کار گرفته میشه که هدف هموار کردن، قطع کردن به شکل هموار و منظم باشه. دا هم د ارتوپدیک اره ده، دا قطع کول لپاره استعمال کیږي. په هغه حالاتو کې چې هدف د قطع کول دا وي چې په هموار او منظم ډول قطع شي. بون کاتر خودش یک آله دیگر است که به خاطر قطع کردن استخوان‌های کوچک یا عظام‌های کوچک استفاده می شود. یک آله است که طوری که می‌بینید ساختمان مشابه به قیچی داره، دارای بلید یا تیغه تیز می باشه و به خاطر قطع کردن عظام طویل کار گرفته میشه. استخوان‌هایی که طویل باشه آنها به خاطر آنها کار گرفته میشه و استخوان‌ها از نظر شکل به 4 نوع است. عظام طویل است، عظام قصیره است، عظام هموار و عظام غیر منظم. به 4 دسته تقسیم میشه که فعلا در او بحث نداریم. و این به خاطر قطع کردن استخوان‌های طویل مانند استخوان انگشت و پا، این قسمت‌ها در حالات گانگرین استفاده میشه. گانگرین میکروب ها عمل میکنه و استخوان تخریب میکنه، این حالت گانگرین میگه. او بل بون کاتر ده، څنګه چې تاسو ګورئ دا د قیچي شکل لري او دا څه وخت استفاده کیږي؟ هغه وخت استفاده کیږي چې طویله عظام موږ قطع کړو، کوچنی طویله عظام موږ قطع کړو، مثلا ګوتې قطع کړو یا د پښې ګوتې قطع کړو، د دې نه کار اخلو. په گانگرین واقعاتو کې گانگرین هغه حالت ده چې میکروبونه عمل کوي او هډوکي تخریبوي. بل هم موضوع دیگر هم پریوستیل الیویتور است. پریوستیل الیویتور این نوع ساختمان داره، میشه پوش فایبری داشته، دسته فایبری یا دسته چوبی داشته باشه یا بدون دسته باشه، میتونه به هر دو شکلی باشه. به هر دو شکل میتونه باشه. این به نام بون لیور هم یاد میشود. آله است که دسته طویل و یک بلید داره. بلید یا تیغه دارد. تیغه آن انحنا دارد، طوری که میبینید شکل انحنایی داره که جهت جدا کردن، بلند کردن و کش کردن پریوست استفاده می شود.
پریوست چی است؟ پریوستیتوم خودش یک غشای استخوان است که از نوع انساج کنکتیو تیشیو می باشد، از جمله دنس کنکتیو تیشیو می باشد که سطح بیرونی استخوان پوشانیده است. پس پریوستیل الیویتور به خاطر چی کار گرفته میشه؟ به خاطر جدا کردن، کش کردن و بلند کردن طبقه پریوست استفاده میشه. پریوست خودش چی است؟ پریوست یا پریوستیوم یک غشای است که سطح بیرونی استخوان پوشانیده است. سطح بیرونی استخوان پوشانیده است و این از چی ساخته شده است؟ این خودش چی است؟ از نوع انساج منظم می باشد، دنس کنکتیو تیشیو می باشد، از جمله انساج منظم می باشد. نسج به 4 نوع است به صورت عموم که نسج اپیتل است، نسج کنکتیو یا ارتباطی می باشد، نسج ماسکولار یا عضلی می باشد و نسج نروز یا عصبی می باشد. 4 نوع نسج در بدن ما هست که یک نوع نسجش به نام کنکتیو تیشیو یا نسج ارتباطی می باشه که انواع مختلف داره. یکی از آنها دنس کنکتیو تیشیو می باشه که امی دنس کنکتیو تیشیو هم امی غشای پریوستم ممبرانا یا ساخته است. پریوستل الیویتور دا هم یو آله ده چې د بون لیور په نامه هم یادیږي. یو آله ده چې یو لاس لري او بلید هم لري. بلید یا تیغه انحنایی شکل لري چې د پریوست طبقه بیلوي، جیگوي او یا هم کشوي. پریوست یا پریوستیوم څه ده؟ پریوستم څه ته وایي؟ پریوستم د هډوکو باندنی پوخ ده یا باندنی غشا ده چې د چی نه جوړ شوی ده؟ د دنس کنکتیو تیشیو نه جوړ شوی ده یا د ارتباطي انساج څخه جوړ شوی ده. زموږ په بدن کې 4 ډوله انساج دي. یو اپیتل انساج ده، مثلا د جلد انساج ټول اپیتل دي. بیا بل ډول کنکتیو تیشیو یا ارتباطي انساج دي. دریم ډول هم ماسکولار تیشیو دي یا عضلی انساج دي او څلورم هم نروس تیشیو یا عصبی تیشیو دي انساج دي. شما ایرا میدانید یک معلومات کوتاه دیگر براتون بگم. در مورد بدن انسان ها اگر ما معلومات بگیریم، بدن ما در قدم اول از چی ساخته شده؟ از مولکول های کیمیاوی. مولکول کیمیاوی در مرحله اول، بعد حجره که حجره واحد ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشه، بعد از او حجرات مشابه با وظایف مشابه یک جای میشه انساج می سازه، انساج یک جا میشه عضو می سازه و عضو یک جای میشه سیستم می سازه و چندین سیستم یک جای میشه یک موجود زنده را می سازه. این معلومات عمومی ساختار بدن ما است که در بیشتر بحث نمیکنیم. یک بار همین موضوع را به پښتو میگیم که موږ د بدن جوړښت ته پاملرنه وکړو. په اوله لیول یا سطح کې زموږ بدن وروسته له هغه نه دویم لیول هم حجره ده، حجره چې د ژوندیو موجوداتو ساختمانی او وظیفوي واحد ده. بیا هغه حجرات چې وظیفه یو ډول ده او ساختمان یو ډول ده یو ځای کېږي انساج جوړوي، بیا جوړوي، بیا مختلف عضو یو ځای کېږي سیستم جوړوي، بیا څو سیستمونه یو ځای کېږي مکمل بدن جوړیږي. پس پریوستل شناختیم که چی است. و موضوع دیگر رپ شیر است. رپ قبرقه را میگه. پس از نامش معلوم است که به خاطر قطع کردن عضلا یا قبرقه کار گرفته میشه. دا هم رپ شیر ده چې دا ساختمان لکه قیچی شکل ده او د قبرقه قطع کولو لپاره استفاده کیږي. به خاطر قطع کردن قبرقه استفاده میشه. رپ شیر شما ساختمانش میبینین که مشابه به قیچی هست. مشابه به قیچی است. به خاطر چی استفاده میشه؟ پس به خاطر قطع کردن عضلا یا قبرقه. رپ قبرقه را میگه. موضوع دیگر هم چی هست؟ موضوع دیگر هم اسکوپ می باشه. اسکوپ یک آله است که هر دو طرفش مانند قاشق انحنا داره، حفره داره. و به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر تراشیدن، برداشتن و پاکسازی بافت های استخوانی به کار می رود. آله دیگر که در ارتوپدی استفاده میشه به نام اسکوپ یاد میشه. اسکوپ یاد میشه. این آله است که دارای دو دسته طویل می باشه و بر دو طرفش چی قرار داره؟
دو دانه حفره قرار داره، حفره یا همون ساختمان قاشق مانند بر دو طرفش قرار داره. و به خاطر چی استفاده میشه؟ خصوصا به خاطر برداشتن و پاک سازی بافت های استخوانی استفاده می شود. بل موضوع هم اسکوپ ده. تصور ده اسکوپ هم یو ساختمان ده چې دوار خواه ده لکه قاشق ساختمان موجود ده. دا د سشی لپاره استعمال کیږي؟ هغه وخت استعمال کیږي چې اضافي مواد او د هډوکو کله چې خصوصا په د هډوکو په جراحي کې استعمال کیږي او د اضافي مواد یا د هډوکو پاتې برخه هغه چې ضروری نه دي هغه بیل سوی د هډوکو څخه مثلا د قطع کولو په وخت کې د اره کولو په وخت کې د دې لرې کولو لپاره استعمال کیږي. پس همین مسائل بود که در ارتوپدیک استفاده می شود. خب فکر کنم در یک قسمت شما دقیق نفهمیدین، امور یک بار من باز هم تکرار میکنم. امور قسمت بدن انسانه، د انسان بدن، اما برخی ضلبیات تشریح کوم. این موضوع رو شما دقت داشته باشین. بدن انسان در مرحله اول از چی ساخته شده؟ از مولکول های کیمیایی، مولکول ها و اتم های کیمیایی ساخته شده. این مولکول ها یک جا میشه، مختلفش ارگانیل ها را میسازه، ارگانیل های حجره را میسازه. بعد از او باز چی ساخته میشه؟ خود حجره جوړ کیږي. بعد از او حجره یا سل. حجره واحد ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. و بعد حجراتی که وظیفه مشابه دارند و ساختمان مشابه دارند انساج میسازند، نسج میسازند. و انساجی که ساختمان مشابه، وظایف مشابه داره چی را میسازه؟ عضو و یا ارگان میسازه. و بعد هم اعضای مختلف یک جا میشوند و سیستم میسازه. سیستم های مختلف یک جا میشه، چی را میسازه؟ یک جسم میسازه. مکمل بدن انسان همین چیزا ساخته شده. یعنی ما اگر بگوییم بدن انسان یا هیومن بادی را بگوییم، از چی چیزا در کدام لیول ها ساخته شده است؟ اولش به سطح مولکولی است، کیمیکال لیول است، سطح کیمیایی است که از مواد کیمیایی ساخته شده. بعد از او چی میشه؟ سل، حجره ساخته میشه. و بعد از او تشیو یا نسج، بعد ارگان ها یک جای میشه، سیستم هم میسازه. و بالاخره سیستم ها یک جای میشه که بدن هم مکمل میسازه. این ساختار بدن انسان است. این موضوعات بود که این معلومات اضافی بود. این موضوعات شما در اگر به نام آناتومی فیزیولوژیست در آن میخوانید. خب درس ما به پایان رسید. اگر سوال باشه میتونید پرسان کنید. سوال دارید؟ یک دنیا سپاس استاد عزیز بابت زحماتتان. امیدوار هستم که مسئولین عزیز هم یک چیز را آموخته باشند و مسئولین عزیز اگر سوال دارید میتونید سوالتان را بیان کنید تا جواب سوالات باشیم و بعدش چلسر ختم میسازیم. دو بانوی که دستتون بالا هست از بانو هدیه میتونید که مایک را باز کنید و سوالتان بپرسید تا استاد جواب سوالاتتان باشه. استاد ما یک سوال داشتم درباره بون کتر. گفتین که به خاطر قطع کردن استخوان‌های طویل استفاده میشه و اونجا استخوان یا انگشت پا بود. امی استخوان انگشت پا از جمله استخوان‌های طویل است یا کوتاه؟ خب درسته. حالا اگر ما پس دمی سلایدی که مربوط به استخوان ها میشه در اینجا بیاییم. استخوان های بدن انسان به صورت عموم به 4 کاتگوری از لحاظ ساختمان فیزیکی تقسیم شده است. به 4 دسته. یکی عظام طویله یا لانگ بونز است. لانگ بونز یا عظام طویله، استخوان های طویله. یکیش لانگ است. استخوان های طویله یا لانگ. طویله یا هم استخوان های لانگ میگه میشه. استخوان های طویله یا لانگ بونز میگیش. نوع دومش شارت بونز، استخوان های کوتاه میگیم. نوع سومش هم چی میگیم؟ استخوان های غیر منظم میباشد که در اینجا در استخوان های طویل، استخوان هایی که ابعادش از همدیگر فرق داشته باشه، یعنی طول عرضش مساوی نباشن، اینها را استخوان های طویله میگیم. ساختمان منظم داشته باشه، طول عرضش مساوی نباشه، او را طویله میگیم. پس اینجا امی انگشت پا، انگشت دست، این کلش در عظام طویله شامل است. ما گفتیم امی بونکتر هم در چی استفاده میشه؟ در عظام طویله که مثلا استخوان های پا است، استخوان دست است،
یا را نمیتونه بنکت قطع کنه. این مجبور است که از این بس چی کار گرفته شود؟ عرق کار گرفته شود. ولی استخوان‌های انگشت و انگشت دست و انگشت پا، اینها استخوان‌های طویله کوچک است. طویله کوچک است که را میتونه بنکتر قطع کنه. درست استاد، تشکر. باز هم یک بانوی دیگه ما که به نام هادیه، فکر کنم با دیگری است، سوال دارن. بله سلام علیکم استاد، صدای من داریم؟ بله استاد، سوال من مربوط به درس دیشب است که در مورد کاتتر گفتین. استاد این چند نوع می باشه و اکثرا این به مریضای دیالیزی استفاده میشه؟ جز به مریضای دیالیزی به دیگه به کدام مریضای استفاده میشه؟ و یکی کاتترایی که دائمی هستن به مریضای دیالیزی که استفاده میکنن، این چه فرقی داره با کاتتری که مثلا موقت هستن دیشب که خواندیم؟ اول موضوعی که از هیچ وقت کاتتر به مریض دائما باید نباشه، تبدیل شود، به خاطر که میتونه انتانات در طرق بولی پیدا شود و میتونه مریض به حالت برسانه که دیگر ادرار خود کنترل نتونه. پس ما نمیتونیم به صورت دائما کاتتر استفاده شود و نوعیت کاتتر هم که استفاده میشه به چه مدت استفاده میشه، اون نوعیتش برمیگرده به این که از کدام مواد ساخته شده و انتشار انتان در چگونه است، به این موضوع ارتباط داره. ولی به هیچ وجه نباید که کاتتر بیشتر از 2 هفته استفاده شود. رسا محمدی. سلام استاد، شبتان بخیر. استاد، ما در مورد پریزنتیشن سوال داشتم که شما به چند صنف ما پریزنتیشن داده بودین یا به ما نمیتین تا که ما بتونیم درست آماده بگیریم؟ درسته، به ترتیب نوبتتان میرسه، اما موضوعاتی که نیاز است پریزنتیشن داده شود یک تعداد هم صنفی هایتان برشان مشخص شده که به شما هم نوبت شما هم میرسه، به شما هم پریزنتیشن ارائه میشه. پریزنتیشن به هر کدامتان ارائه میشه. شما میتونین در مورد ظرفیات وریدی پریزنتیشن ارائه کنین؟ بله استاد، ظرفیات وریدی گفتین دیگه. بله، به میخوای آمادگی بگیرید. درست استاد، تشکر. خب اگر سوالی نباشه جلسه امشب ما به پایان رسیده. تا روز دیگر و جلسه دیگر، خداحافظ.